خدایی که کلامش حق است، خدایی که جهان را آفرید، انسان را خلق کرد و آنچه نمی‌دانست به او آموخت. خدایی که گفت ما از او هستیم و به او باز می‌گردیم، به عبارتی از حقیم و به حق باز می‌گردیم. لذا سخن حق برای من دلنشین و آشناست. من امروز حرف حقی شنیدم که به دلم نشست و میخواهم این دلنشین را هم نشین تو سازم. شخصی از قول مادر بزرگش گفت محبت مانند سکه است، اگر آن را در قلک دل کسی انداختی دیگر نمیتوانی درآوری مگر اینکه دلش را بشکنی. پس دوست من، سکه محبتت را در قلک دل کسی مینداز و اگر انداختی بگذار ذخیره ابدی تو باشد تا زمانی که خدا را ملاقات میکنی و آن را از تو طلب میکند و بدان که از تو نمیپذیرد مگر آن که بگویی در قلکی به امانت سپرده.